سوی شهرش شاد و خندان می روم، سوی شهرش شاد و خندان می روم. بیقرارم با دل و جان می روم. گشتم مشتاق دیدار نبی، گشتم مشتاق دیدار نبی. نزد او با چشم گریان می روم، نزد او با چشم گریان می روم. سوی شهرش شاد و خندان می روم. بیقرارم با دل و جان می روم. من به سوی شهر زیبای رسول، من به سوی شهر زیبای رسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث خود یادآوری کرده که لن تقوم الساعة حتى تخرج نار بالحجاز تضيء لها اعناق الابل في بصرى. قیامت نمیآید تا زمانی که یک آتش بسیار بلند از حجاز سر بزنه که از روشنی از این آتش مردم در بصرای عراق از روشنی از این خط بنویسند. در سال 668 بگویم دمی حدود دیگه سقی تاریخ فراموش میشده، این حقیقت تاریخی است که فعلا آتش بسیار عظیم، آتش فشان بزرگ در مدینه منوره خارج شد که باز اینمی منطقه نه تنها که کوی کوخ یک آثار خودش مانده، اینمی منطقه را به نام حرة النار میگن. حرة النار، حرة بنی قریظه، کمی آتش فشان که برآمده بود. حتی از این آتش فشان مورخین در کتاب‌ها خود نویسیدن، مورخین امو زمان ابن الاثیر و غیره نویسیدن که آثار از این آتش فشان بشه رقم بود. تا بالا مانده نمیاد بالا می آثار 60 سال اگر از کو نزدیک شوین شما سنگای ازی به دست بزنید، شاید که بعد سبب که بخی ساییده شده سنگای ازی به آسانی دستتان سوی شمسی از شبستان می روم، در مدینه بارد ابری از صفا، در مدینه بارد ابری از صفا. در پی آن ابر باران می روم، در پی آن ابر باران می روم. سوی شهرش شاد و خندان می روم. بیقرارم با دل و جان می روم. چون نباشم قابل دیدار او، چون نباشم قابل دیدار او، دل طلب با عقل حیران می روم. دل طلب با عقل حیران می روم. مقصد من مرهم درد دل است، مقصد من مرهم درد دل است. من برای شور درمان می روم،
من برای شور درمان می روم، سوی شهرش شاد و خندان می روم. بیقرارم با دل و جان می روم. من از این ظلمت سرای زندگی، من از این ظلمت سرای زندگی، در جوار ماه تابان می روم، در جوار ماه تابان می روم. در بکار من نیاید هر گلی، در بکار من نیاید هر گلی، زان که سوی آن گلستان می روم، زان که سوی آن گلستان می روم. سوی شهرش شاد و خندان می روم، بیقرارم با دل و جان می روم. گر ببندند راه من را یک سپاه، گر ببندند راه من را یک سپاه، زیر طوفان از بیابان می روم، زیر طوفان از بیابان می روم. گر ز پا افتم در آن صحرای تنگ، گر ز پا افتم در آن صحرای تنگ، من که با نیروی ایمان می روم، من که با نیروی ایمان می روم. سوی شهرش شاد و خندان می روم، سوی شهرش شاد و بسم الله الرحمن الرحیم. آیو صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آیو صاحبای محترم و بی حاجی صاحبا، حرکت ما شما از مدینه منوره ان شاء الله تعالی به طرف جده شروع میشه. در پایان هتل موترهای سرویس استاده هستند، لطفاً به این موترها بالا شوین و ما شما ان شاء الله تعالی از مدینه منوره میریم به طرف جده و ان شاء الله راسن به میدان جده میریم که از میدان جده مستقیما پرواز ما و شما ان شاء الله تعالی به طرف کابل خواهد بود. آقای صاحبای محترم، لطفاً وسایلتان همه چیز به یاد داشته باشین که چیز از پیشتان نمانه و کوشش بکنین که زودتر پایان شوین که موترها زودتر حرکت بکنه تا ما و شما با وقت معینه به میدان جده برسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گویم کنیم.
دوستان عزیز، بعضی حالا که وقتی بعضی حاجی صاحبا که دوباره پس حرکت میکنن میان در جایی که اونجا وزن میشه و متاسفانه بعضی حاجی صاحبا وزنشان بسیار زیاد میباشه و در وقت وزن زیاد اینجا رشوت میتن برای بعضی از کسا و هنوز از حج خلاص نشده مرتکب بسیاری از حرام ها میشن. از این خاطر حاجی صاحبای محترم در 50 ریال یا 100 ریال که از شما در مقابل بار زیادتان میگیره، خدا به این گناه کلان که رشوت است و در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و گفته که رشوت دهنده و رشوت گیرنده اینا هر دوشان لعنت خداوند میشه. اینا یک کس از حج می با این حشال و اگر ان شاء الله چیز کردین آیسف شما از حج بخیر خلاص شدین؟ کجا میرین بخیر؟ طرف افغانستان. افغانستان میرین. حج مبارک باشه. آیسف شما کجا بخیر؟ و علیکم السلام. هم فروان هستیم به حج بیت الله. میرین بخیر از به طرف کابل. آیسف شما کجا میرین؟ ما به طرف کابل میریم. حج مبارک باشه ان شاء الله. خلاص کردین؟ الحمدلله. بسیار خوب است. آقای صاحبای محترم، پرواز ما و شما ان شاء الله تعالی ما و شما از میدان جده به خیر حرکت میکنیم و میریم به طرف کابل. آقای صاحبای محترم کوشش بکنین که وسایلتان فراموشتان نشه و در میدان لطفاً نوبت مراعات بکنید در بالا شدن به طیاره و هر طرف نرین. آقای صاحبای محترم چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چشم گریان دل نالان بگردیم، لبیک گویم کنیم حق را ستایش، اخوت داشته با یک جان بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به ذکر و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد بنوشیم آب زمزم، حاجی صاحبای محترم، ما و شما الحمدلله سفر ما انشاءالله به کابل نزدیک هستیم و چند دقیقه بعد به میدان هوایی بین المللی کابل پایین میشیم. حاجی صاحبای محترم لطفاً در جایتان باشین و کوشش بکنین که انشاءالله تعالی در میدان وقتی که طیاره پایین شد باز بعد از او آماده شوین که پایین میشیم. حاجی صاحبای محترم امیدوار هستیم که در جریان مراسم حج الله سبحانه و تعالی عبادت های همه ما و شما را قبول کرده باشه و ما و شما کوشش بکنیم که از کارهای ناروایی که در بعد از اینکه بعضی حاجی صاحبا میرسن به وطن خود بعضی کارهای ناروا میکنن. مثلا یکی از اشتباهات از اونایی است که بعضیا فکر میکنن که ما حج ما قبول نمیشه تا وقتی که به مزار شریف نریم، در حالی که زیارت مزار شریف و یا زیارت مدینه منوره شامل احکام حج نیست. یعنی حج در مکه مکرمه ختم میشه و وقتی که ما شما به مسجد نبوی رفتیم و بعد از او به زیارت رسول الله هم رفتیم و قبرهای صحابه رفتیم، اینا شامل ارکان حج نبودن، بلکه فقط ما شما به خاطر از این رفتیم که نمازهای خود در مسجد نبوی بخوانیم و همچنان به طریق سنت قبرهای صحابه کرام، قبر رسول الله صلی الله علیه و قبرهای شهدای احد زیارت بکنیم. یکی از مشکلاتی که در بعضی ها اشتباهی غلط میکنن که میگن زیارت مزار مونده، چون زیارت مزار شامل احکام حج نیست. همچنان بعضی حاجی صاحبای محترم بعضی که به خانه‌های خود میرسن اجازه میتن که در زیر پایشان گوسفند یا چیز را ذبح بکنن. ما و شما میفهمیم که ذبح عبادت است و عبادت خاص باید برای الله متعال بکنیم. از این خاطر اجازه ندین کسی زیر پایتان حیوان را ذبح بکنن و بسیاری از حاجی صاحبا مصارف بسیار بیجای میکنن و یا هم
در موترها ششته شارگشتی میکنن، زیاد تا بالا میگردن. کوشش بکنین که عبادت های کردین خاص به خاطر رضایت الله باشه. از هر چیزی که سبب مصارف بیجای، بعضی کسا مصارف زیاد میکنن، مصارف بیجای میکنن و بعضی هم وقتی که در خانه خود رسیدن همین شارگشتی و گپا در ریاکاری و گپا حساب میشه. کوشش بکنیم که از ریاکاری ها هم خود حفظ بکنیم و عبادت خدا فقط برای الله کردیم. الله عبادت همه ما و شما را قبول بکنه و ما و شما نزدیک هستیم که بخیر به میدان پایین شویم. انشاءالله سفر خوش و رسیدن به خانه انشاءالله همه تان به خانه تان به خوبی برسین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سيدتي وسادتي، لقد حطت هنا الطائرة بحمد الله ورعايته في مطار كابول الدولي، حيث الساعة تشير إلى الساعة 1:30 بعد الظهر، ودرجة الحرارة الخارجية بعد السر أفغانستان 13 درجة مئوية. يرجى منكم الانتباه حتى فتحكم للخزائن العلوية لاحتمال تحرك الأمتعة داخلها واحتمال سقوطها والتسبب في حدوث إصابات. قبل مغادرتكم الطائرة نرجو من حضراتكم أخذ جميع مقتنياتكم الشخصية معكم، ونذكركم أن التدخين ممنوع حين وصولكم لمبنى المسافرين وفي الأماكن المخصصة فقط. بما أن الطائرة قد هبطت وغادرت المضاج يمكنكم الآن استخدام الهاتف النقال بأمان. حضرة السادة المسافرين، نيابة عن قائد الطائرة كابتن بيل. د مدینی سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. د مدینی سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. تغاشمی جانان توایا گران اسلام نغواړي، چې حق باطلم بولی ها نظام دی غواړي، نبی سردار توایا. د مدینه سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. تهاشمی جانان توایا گران اسلام نغواړي، چې حق باطلم بولی نظام دی غواړي، نبی سردار توایا. د مدینه سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. چې د حق سترګې وړاندې دي، چې د حق سترګې وړاندې دي، گران اسلام نغواړي، د کفر و ډالر ته سلامي دوی کوي، نبی سردار توایا. چې د حق سترګې وړاندې دي، گران اسلام نغواړي، د کفر و ډالر ته سلامي دوی کوي، نبی سردار توایا. د مدینه سردار خبر کا گران اسلام نغواړي، امت فخر کی دوسو کافران یادوي، نبی سردار توایا. په هر طرف را پسې ګوري، گران اسلام نغواړي، په نوم د دهشت ګرمۍ کې اوبه تلېږي، نبی سردار توایا.
په هر طرف را پسې ګوري ګران اسلام نه غواړي په نوم د دهشتګر مکي وباتلیږي نبی سردار ته وایه د مدینې سردار خبر کا ګران اسلام نه غواړي امت فخر کی دو شو کافران یادوي نبی سردار ته وایه زما د کفر ګیله نسته ګران اسلام نه غواړي هم دی خو مسلمان دی هم دی کفر ته دی نبی سردار ته